هفته خبر تو خبر داره براتون. از اعلام نتایج انتخابات آمریکا و گاوگیجه آخوندها، اونم تو دوران جدید، یعنی از ترس برگشتن ورق و کسادی بازارشون اون چنان عمامه‌ای به زمین میکوبن که بیا و تماشا کن. منتی بر سر جمهوری اسلامی نیست که یکی از کاندیداها بیاد بگه یا این منتخب بیاد بگه ما برجامو پاره میکنیم. این اثری نداره برای جمهوری اسلامی. خب این آخوند لاریجانی میخواد به خیال خودش سبقت از راست بگیره و بگه هر کاری میخوای میکنیم، اما حواسش نیست که سبقت از راست فول و آخر عاقبت نداره. از همه مسخره تر این شلم شورباییه که توی نظام برا افتاده. یکی میگه انتخابات آمریکا هیچ تأثیر روی نظام نداره، این یکی میگه بابا کابینش کابینه وحشته. اینا که اومده ببخشید اسمشون رو گذاشتن کابینه وحشت، یعنی این اسما رو که شما میخونید اگر اینا بیان که انشالله نمیان. این کارشناس پشمکی هم دلواپس سوریه است و از همین حالا داره حلوای اسد رو میپزه. و من نظرم این هستش که به انتهای دوره آقای بشار اسد هم خواهیم رسید. خلاصه این که از یه طرف تو قفس برجام گیر کردن، از طرف دیگه دارن زهر ترک میشن. حالا بشنوید از شیخ فری که اگرچه روزهای خوش تک زنگ و چشمک و چراغ رو برباد رفته میبینه، اما برای اینکه خودش رو از تک و تا نندازه هنوز مشغول حلوا کردن برجامه. برجام یعنی یک فضای جدید، برجام یعنی تنفس جدید، برجام یعنی دریچه ها باز شده، هوای آزاد آمده. آقا ظاهرا این طرف خواب بوده، اصلا حواسش نیست چه اتفاقی افتاده. برجام رفت رو هوا حاجی، برای کی دست میزنی تو؟ یه عده مثل این پاسدار قاسمی هم گوش به زنگ نشستن تا تقی به توقی بخوره و با 4 تا عربده حال جماعت جام زهری رو بگیرن و پنبه برجام رو بزنن. به دلیل لجنزار ایجاد شده دوره پسافرجام 2 مرتبه پشه ها، وزغ ها، قورباغه ها دارن بق میکنن. باز همه اینها با هم دیگه باید نشون بدن که ایران انقلابی کارش تمومه. یعنی تحریم یه بخشی از این داستانه. فتنه 88 یک بخشی از این داستان بود. فتنه جدیدی که توش هستیم و پسافرجامیون این شرایط رو اوپن کردند، هر روز 5 تا جاسوس یا میگیریم یا ولداری میدیم. در چنین شرایطی هرچی که بگی توی شرایط کثیف رسانه‌ای مافیایی مطرح میشه برای اینکه در دنیا شما را از این بیشتر بدنام کنن. این پروژه کلیشه. اینم تصویری از عظما لب جوب لجنزار برجام. یکی دیگه از اتفاقات هفته گذشته کلکل بین شیخ فری و صادق لاریجانی بود که دیگه پرده ها رو کنار زدن و رو به هم دیگه توپیدن. خودتون بدون شرح ببینید. نشکنیم قلم ها را به بهانه های واهی، نبندیم دهانه ها را با بهانه های غیر اساسی، بگذاریم در این جامعه آزادی باشد. من تعجب میکنم که برخی میگن ما نشکنیم
قلم‌ها رو به بهانه‌های واهی نبندیم، دهان‌ها را بر اساس بهانه‌های غیر اساسی. واضح است که خطاب به دستگاه قضایی است. چرا این حرف‌ها را که نوعی افتراس به دستگاه قضایی، توهین به دستگاه قضایی، چرا این حرف‌ها رو میزنیم؟ خود حضرت عالی در موارد متعدد شفاهاً به من گفتید، کتباً نوشتید، با واسطه پیغام دادید که چرا با فلان روزنامه برخورد نمی‌کنید. حالا که در میان اهالی روزنامه قرار میگیرید و رسانه‌ها، وقت ندای آزادی میدید، خب چرا خودتون شفاهاً اینا رو میگید؟ چرا کتباً اینطور میگید؟ شیخ فری حواسش نبود جلوش این مم صادقه، گاز دادن همان و کوبوندن همان. یکی از بازارهایی که این روزا تو نظام خیلی مشتری داره بازار امامزاداییه که این ده کپکی اومده توی تیویریش تا نسبت بهش هشدار بده. عده اتفاقا به نظر من معذوریت هایی داشتن که بیان همین شعارا رو بدن، پشت اینا قایم شدن. یعنی اونا لایه خطرناکتر امامزادایی و تفکر امامزادایی از بعد از رحلت امام بودن. یعنی کسایی که دوره حضرت امام جرئت نمی‌کردن این اندیشه ها رو بروز بدن و بعد از امام این رحلت امام این جرأت براشون فراهم شد و پررو شدن. و وقتی خود خامنه طلسم شکسته و نای گرد و خاک کردن نداره، این دلواپسا مجبورن برن ریش امامشون رو از تو قبر بکشن بیرون و با اسم بردن از اون دجال باند رقیب رو بترسونن. امام از ناحیه مسئولین خوفناک هم بود، فقط از مسئولین و از خواص امام میترسید. امام میفرماید خوف دارم از آن که به سوی مظاهر مادی و قدرت حرکت کنید، ثروت اندوزی کنید، باند قدرت تشکیل بدهید، حزب فتنه درست کنید تو کشور، القرای اسلام رو 8 ماه آتش میکشید. این آب دزدک عمامه دارم درست تو شرایطی که کفگیر نظام به ته دیگ خورده به یاد تهدیگ سیب زمینی افتاده و با این سیر داغ پیاز داغ های الکی میخواد دهن بسیجی ها رو آب بندازه. ولی شما اسرائیل رو رسیدی به اون خدا یه نعمتی براتون یهو فرستاده به نام یمن. مسئولیت آزادسازی کنار خانه خدا رو باید رو دوش ما میذاشت. گفت نه، تو 8 سال جنگت زحمتتو کشیدی، این بار رو گذاشت رو دوش یمنی ها. میدونی یمنی ها کجا میخوام برن؟ یه جا، خانه خدا رو میخوام بگیرم. یکی نیست بگه آخه شما خودتون نمیتونید سرپا بیستید بعد دنبال کول کردن حوثیایید. خب خیتی بالا میارید دیگه. حالا یه سری هم بزنیم به وضع و اوضاع فرهنگی نظام و ببینیم بالاخره سینما تو نظام ولایت مال کیه؟ سینما هم که مال چیزه، مال از ما بهترونه، مال ننشونه بعضیا. یعنی برادران لومیر و اینا رو بی خیال که دوربین رو اختراع کردن اصلا مال ایناست. جورج میلیسی هم که 500 تا فیلم ساخت آخرش هم رفت تو گداخونه مرد، اونم بی خیال. سینما مال ننه این دوستان ماست، ما نیستیم دیگه. اصلا خیلی مثل این که دلتون پر از باند بازی. آره یه مش بنجل ریختن نونبر و حالا همه رو تبلیغ برای رستوران دیده بودیم، اما این یکی دیگه خیلی جدیده. یعنی ملت به جایی که برن سراغ خود غذا بیشتر جذب صدای این تبلیغاتچی میشن. جاهای کباب کارچش از برست باقالی داغه همون جعفر اینجاست یختر بهشت سنتیش پا برجاست. من که غزل خون تو رنگم همون جعفرم با شما یه رنگم. من همون
جعفرم و از مال این دنیا سیرم، اما با این که شیرم بازم تو این دنیا گیرم. تو که از راه نادرست خرجین تو پر کرده ای تو این دنیا، آن دنیا پر نمیشه پر شدنش داره بها. نگو که من مال زیادی دارم، نگو که من زور زیادی دارم، نگو که من شاهم و تو گدایی. شاه و گدا پیش خدا فرقی با هم ندارم. من که غزل خون تو رنگ بوده ام، از مال دنیا چیزی ندارم.